میگم برو هیچ لباسات رو ما وجود کردم سال میدونی که بده که گناه داره که نه همه بند باشه نه لباسات رو بودی میگم بیل ندارم من برما سرد شدم من 10 دفعه به نامه خوبه گفتم ننم یک دستمالی به ما بده گاهی وقت من ملیزم نوشور میشم گره مثلا با بیلا پیران از این بسوختنه با بیلا خدا بیا چه کار کنم من هست از این اشته کنم من حال ایک بچه نمیاین حال خلیفه گفته که ویدیویات داری بکن مغازه بگیره من 20 رخته ویدیو کردم من چه کار کنم من اشته کنم با ده عجیب عربه زده برادرای اسلام بابا شما داشتن خیلی خود محمد به تنین خرید اگه دیگه نمیشه با بینا میشه یا بودم نزیده بخشی در بتشم میگم تو شده برو خیلی گپ زنم میگم برو مادر تو چیز کرده مادر اینا سی نکن جبا مادر تو برو این خراب کرده بیا من خود به خانم میندازی من علوی کارم که خراب شد سلام علیکم. سلام علیکم من نباشیم برو سلامت باشیم برو قربان شما رختا پیار رو بختی بانیا برو خلاصه رختا شما دیگه چه شده بود نه دیشب ساعت 10 بجه خلاص شد اتو کردیم اینو رو آماده کردیم تا چیز خلیستی برو ممنون نیست همت بدیم آنه براره گل من بله چه پول برو خلیفه میگن خاطر پول ندیم 200 شاگردی نگیم هم هله نه دیگه برو شگیدگی ندارم همین بیشتر خیلی برو جون برو جان ما تو میشناسم علیسی سر دله ای خب من شما اسم شریف شما چیه؟ کجی خب اسم من گلکه خب میشناسم برو که دیلم داری بوده پیار داری؟ ها برو اینو که رختا رختا پیار کنه یک پیار دیدی دیگه نه؟ ها برو رو در چند تا پیار داری من 10 تا بیشتر دارم ایش داری زنده بشی خداحافظ برو جان شما بیاین یک دقیقه بیاین دستلاف علیه سالار زاده بشن نه صبح دستلاف نکدی میخوری تا میبونم ما که نام خدا خیاطی ما کلونه پورا خیلیه بخی خیلی شما ما چیزه ما برو اینو خیلی فرو نشد کن تو اینو مشکنه برو پینت میشه پین میشه همین تو به دسته خود بگیر برو خیلی برو رو متشکر زنده باشیم برو خداحافظ سلامت باشیم رایه لمینه که یک دم بچگه بیومد کشید پس آورد که رختا شری بسخنه نمیگه برو ما آدمی که 35 سال میشیم اینجا شغل منه من پیش من میسوزه اینا مدر تو کرده مثل که حتی پیش تو بشکسته رو تو کرده تو برتیشتی بیرودی بالا خود بخوام من خلیفه در اگردن من میکرده چون خلیفه طال بدیده که من طال رختا نه ساختم کجاییم شما آخه؟ همه هرچی 4 دوبر خود نگاه میکنم شما نین آخه کاکا جبرس نه بالا گندما زدم پیار خبر دادم امروز روز گندمای کاکا شما آدم کلون به جا پیار منی مگه پذیرش اشته کاکا باشه میام آدمی که اول بزدم بالا گندما
کار بخواستم بیام همون نگاه کن شما اختاق و طالبه خونه نکردین کی میان میرو رختاخ یک دقیقه میشه کوکو وقت میکنم میام خبر نداریم مردم دی با محفل و ختم قرآن چیزی وقت نمیاد وقت ساعت 10 بجه برین سه کن چی عالم نفر آماده کوکو با کوکو خوب بگردم به شما بگفتم که شما وقتتر بیاین که به پذیرایی باشیم آخه خب میام کوکو جدگال من میرو رختاخ کجی ری کدوم برای رختاخ کم رختاخ وقت خو من میام دیگه برین زودتر بیایم دیگه که دیر کی میایم دیگه میام ولی حال زودی شما میام رختاخ اما 20 دقیقه بعد به پیش نمیام اگه 20 دقیقه بیاد بیایم خوبه دیگه کوکو میگم یک چیز دیگه یاد نبره که تو بگم تو چرا خانواده خسور من نگفتی خب خسور شما که هستم کوکو دیگه خب زنه به چی رم که میگفتی کوکو دیگه به من زنگ زنه دیشه زنگ زنه که عباس من یک کر خبر کرده زنه به چی من خبر نکرده اگه بخشش باشه کوکو اگه اونا فامیلی خبر نکنین 13 14 نفرمون آخه او هم گفته من نمیایم چرا که خود چرا خانواده بر نگفته پیش کشین خب من چه کار کنم کوکو دیگه خانواده اینا رو میگفتم 13 14 نفر دیگه این قرار نبود که من خانوادگی اونا رو خبر کنم هیچ چی دیگه خیر خیر کوکو مشکل نداره شاید ما میران رختا خورم بس کنم کوکو زودتر بیاین دیگه که دیر شده کوکو فقط 20 دقیقه بعد بتون بله شما مگر صبح وقت اونجا حاضر میشدیم از همه جلوتر چی چوب کنیم اینا رو ببرده چی رقم خیاطی بوده که نمیتونسته میورده خود به تو میکردم افرید و خیلی خوشی بگیره یه خیاطگی لازم داره نه باشی برو الان چه کار کنو میگی من چه کار کنم برو جواب پیار خور بده آنی پیار من بیاماد آنی بیاماد خیره نه خیره همین نداره آدم هم میفته میمونه چی همین نداره موف کنه دختر نه موف کو دختر خب نه بسخته که چه کار کنم من خوادش تو برو میگفتی خیاط هستی یا داری خودی کنانه نبودم اون شاگردی میگو گیلک بی با چی جنجال دارم مده بچه بابا رخته شما ببردم به خیاطی خب آنی قرار کده ببرستم برادی نونو بیا و آنی سیل کنیم بگیرین شما اینا اینه چریتن اینو آنی بابا آنی نگاه کن پاک بسختونده چریتن خب من چی میفهم بابا میسی که اوتون داغ بوده خملی بوده یاد رفته اوتون بقشتانه اوتون به چشم حالا من چی برخو کنم حالا من برم بررسی اینه اینو رمضان داد دست تو نه رمضان بده کو خود نبیده گلک شاگرده دا چریتن کرده اینو می چی رقم همین تو برخو کنم خب من چی میفهم بابا بسخته پیشیو تو همینا نده که به دست تو دا نه بابا تا پلسی و یک که تیار کرده بدا دست به 200 پیان بریو بداد و وردشون بیاوردون دیگه مادر اینجی به خونه وا کنم که شی کنم میبینم بس حالا من چی برخو کنم من برم بررسی برم چی برخو کنم حالا من چی میفهم بابا تو سعی کتو من چی مرگسی من چکاری دیل به بطرقی خود بریختوندیم تو شما سعی کن ای برم با سوخت کجی؟ بله بیا نه به خونه بیا پیار خور حالا میانی دیگه بریم بابا چرا بریم با کجا برم حالا من چی برخو کنم آنی بابا میرخت برچه بابا جان همینا رو سعی کن میکردیدم که تخل تکن به دست تو داد بابا من کف دست خوبی کدوم که پیشی بسخته یک گپا شما میده خود شما میرفتی مرا رخت خوب حالا تور کرده کدام اینا که سعی کن میکردی کور بدی سعی بابا نکردی کرده او تو کرده به تا پلستیک بود بداد به دستمه من چی میفهم بابا که بسخته من که کفت دست خوبی نکرده بیدون قول نکو بیا به سر نانه بیا تو برو سر رانه من میرم خود اینا گب میزنم سعی کن اینا هم تا سره میزنی یا نمیزنم میری با من رخت دخته خود نه پیاره من رختا خوب ببرده بیدیم با میرفتیم میستونی حالا باشی با این نار میندازیم به خانمه با بیلو نه ولی کورا بابا خانه ایرون دیم باید چون مشته کنم خودیزی پیار سلام علیکم مامان نوروز مشتری خیریت چطور اعصاب شما خرابه تو سعی کن همین رمضان همسایه مانه نیه تو سعی به من رخت دخته میگن که تو چرا به ما رخت نمیاری با پیش ما سعی کن برادر هستم خوب تو تماشا کن من دیگه چی برخو کنم اینا رو پیش رمضان برده بده رمضان خیاط رمضان خیاط اصلا این کار نکرده پا کی کرده اینو مامان نوروز اگه من همون رمضان میشناسم او آدم امروز دیروز نیه بفهمیدین چند ساله که همو دیکو نداره تا حال من ندیدم که لباس کازی پا چری تو شده اینو من دیکو کجی ری کدوم برام حتمی از پیش شاگردای شده دیگه خود از او که تو آدم نشینیه که پیش از رختی تشه خمال ما چیکار کنم نورالله
چی فکر کنی؟ چیکار کنم؟ برو به سر تاون کنم. دیگه خود شما میفهمین که همسایه تاون که بعد دیگه خب شما همسایه دیگه تا اندازه دیگه همینطور نگفتن دیگه. مالی چی برخون برسی من برم؟ خیر دیگه غمی نداره نه خدا میفهم نقص سر نداده غالب شده چه کار میکنه میشه بریم خودی جنجال کنه. خب شما به پیشی نرفتیم نپرسیدیم از که چی رقم بوده. کجی ری کدام من برم پیشی رو. خب یا تاون یا دست رختم تیار کنه بده یا تاون اینار بده. سکنیم مامان نوروز بعد حالا اگر شما بریم بهم دیکن گوش کشیم گپ مر شما میریم بهم دیکنی او آدم که هست مشتری زیاد داره اگر یک مشتری دیگه اونجا استاد باشه که لباس خور آورده باشه شما ایر بزنید شوندیم لباس خود جمع میکنه میبره صبحمو گلمان میشه که شما دیوار می بودیم همسایه می بودیم این کار نمیکردیم. آفرین اما این فکرم بکنه که مال بررسی میرو چی برخو کنو. خیر غمی نداره مشکل نداره. کاکا ایتام ران نداره پیار خدا که من میگم خون بجیش نیار نمیلا تو زری نکی مامان نوروز او نکرده من میفهمم او نکرده چرا به دست شاگردا بیعقل خو میده یا نبوده یا مثل جای رفته بوده پیش شاگرد شده دیگه خاله بوشده چرا میداده دست شاگردا خو کاکا نورولا خلو مامان نوروز بعد کاکا برو به کار خورو دیونه ما دیونه کردی عجیب آدمی مامان نوروز خب بخوا که دیگه یک دست رخ سوخته آدم میکنه مرده دیگه یک دست رخ ولی 670 به قیمت نه کاکا هم دیوارداری شما دیگه بچی شد هم سایداری شما دیگه بچی شد تو اندازه هم گله میکن تو چرا به من رخ نمیارم با رختن که میدم دست سگو چی برتی میدوزه